بیشتر بحث‌های روزمره‌مون مثل فریاد زدن توی یه اتاق خالیه. همه حرف میزنن ولی هیچ کس گوش نمیده. چرا اینطوره و چطور میتونیم تغییرش بدیم؟ درود به شما. توی این اپیزود میخوایم در مورد گفتگو صحبت کنیم. چیزی که من فکر میکنم خیلی بهش نیاز داریم. هم برای رشد فردی و جمعی و هم برای شناخت لذتش. من فکر میکنم گفتگوهای امروزی ما انگار دچار بحران شدن. آدما با اطمینان کامل به نظراتشون از دور برای هم داد میزنن و هیچ کس واقعا حرف اون یکی رو نمیشنوه و از اون بدتر هر دو طرف یه سری حرفهای حفظ شده و از پیش تعیین شده رو تکرار میکنن و با انواع برچسب‌ها و تندروی‌ها سعی میکنن طرف مقابل رو ساکت کنن و از دید خودشون توی بحث پیروز بشن. آقای بو سئو، نویسنده کتاب بحث‌های خوب، میگه دلیل این بحران اینه که مهارت‌های درست بحث کردن مدت هاست که از بین رفته. ما دیگه از استدلال واقعی استفاده نمی‌کنیم و تنها به صورت غریزی مجموعه‌ای از کلمات رو بیان می‌کنیم. چیزی شبیه واکنش بدنی ما به یه حمله فیزیکی. آقای بو خودش یه داستان جالب داره. وقتی 8 سالش بوده بدون اینکه انگلیسی بلد باشه از کره جنوبی به استرالیا مهاجرت میکنه. خیلی زود میفهمه سخت‌ترین چیز توی دنیای جدید ارتباط برقرار کردن با وجود اختلاف نظره. دوستای همسن و سالش وسط حرفش میپریدن و یه جورایی نظراتشون رو بهش تحمیل میکردن. از یه جایی اون تصمیم میگیره ساکت بمونه و نظراتش رو برای خودش نگه داره. تا اینکه توی مدرسه‌شون تیم‌های مناظره تشکیل میدن که بچه‌ها در مورد موضوعات مختلف با همدیگه مناظره یا بحث بکنن. توی این مناظره‌ها یه قانون طلایی وجود داشت. اینکه وقتی یکی حرف میزنه بقیه باید ساکت باشن. این یه نقطه طلایی تو زندگی بو بود که هم بتونه حرف بزنه و هم راهش رو باز کرد به دنیای مناظره و کلاً موضوعی که براش جالبه در زندگی حرف زدن، بحث کردن و گفتگو کردنه. حالا بیایم یکم در مورد خود استدلال حرف بزنیم. ما هر روز بارها داریم استدلال میکنیم. وقتی دوستمون رو راضی میکنیم فلان فیلم رو ببینه یا وقتی داریم کانال ویگفت رو به دوستامون معرفی میکنیم در حال استدلال کردنیم. ولی وقتی بحث دو طرفه میشه معمولاً توی این کار خوب نیستیم. اونجا فکر میکنیم استدلال یعنی جوابهای تند و تیز دادن یا بلندتر حرف زدن. البته راستش تو اون لحظه اصلا فکر نمی کنیم و داریم از سیستم تند فکریمون استفاده میکنیم. استدلال خوب بیشتر شبیه یه تعامله، نه مجبور کردن یکی به تسلیم شدن برای به دست آوردن احساس برنده بودن. اگه دیدمون اینجوری باشه به جای گوش دادن برای فهمیدن گوش میدیم تا نقطه ضعف پیدا کنیم. ولی استدلال واقعی وقتی ارزش داره که هر دو طرف بخوان گفتگو پیش بره. برای همین بو سئو تو کتاب بحث‌های خوب یه چارچوب ساده پیشنهاد میده که قبل از اینکه وارد یه بحث بشیم باید تو ذهنمون چکشون کنیم. اول ببینیم اختلاف واقعیه یا فقط سوء تفاهمه. دوم مطمئن بشیم موضوع انقدر مهم هست که ارزش وقت گذاشتن داشته باشه. مثلا اگه من نظرم این باشه که تارکوفسکی بهترین کارگردان تاریخ سینماست، دلیلی برای بحث کردن با من وجود نداره، چون این نظر شخصی من بر اساس تجربه ها و میزان درک و دریافت منه که مسلماً با نظر شما متفاوته. سوم اینکه چک کنیم ببینیم موضوع به اندازه کافی مشخص و واضح هست و اصلاً میتونه به یه نتیجه‌ای برسه. یه سری چیزا خیلی مبهمن و تا نتونیم اونها رو عینی و قابل سنجش کنیم نمیتونیم اصلاً در موردشون گفتگو کنیم. مثلا توی یه جلسه کاری در مورد نحوه بهبود عملکرد شرکت صحبت میکنیم. اما بعد از چند ساعت میبینیم که هیچ نتیجه‌ای نمیگیریم چون بحث خیلی کلیه. برای اینکه به نتیجه برسیم باید موضوع کاملا مشخص باشه. مثلا دقیقاً روی چگونگی تقسیم وظایف
تو پروژه های آینده تمرکز کنیم تا بشه تصمیم گیری مشخص تر و مؤثرتری انجام داد. و در آخر ببینیم ما و طرف مقابل روی هدف گفتگو توافق داریم یا نه. اصلا طرف مقابل میخواد در این باره صحبت کنه یا نظر ما رو بدونه. مثلا توی یه دوره همی خانوادگی وقتی یکی شروع میکنه به بحث سیاسی، اول ببینیم داره سعی میکنه ما رو قانع کنه یا فقط میخواد غر بزنه. اگه دومیه شاید بهتر یه لبخند بزنیم و بحث رو عوض کنیم. پیدا کردن هدف مشترک تو بحث ها کار سختیه. هرچند معمولا دو طرف فقط میخوان حال همدیگر رو بگیرن که یه جورایی همسو شدن، ولی بحث به نتیجه‌ای نمیرسه. برای همین هر بحثی باید با یه توافق کوچیک شروع بشه. مثلا مشخص کنیم که دقیقاً داریم راجع به چی حرف میزنیم. اینجوری بحث از مسیرش خارج نمیشه. اگه یکی خواست موضوع رو عوض کنه یا حاشیه بره، میتونیم برگردیم به همون توافق اولیه. یه بخش کلیدی مناظره گوش دادنه. معمولا فکر میکنیم گوش دادن یعنی فقط ساکت باشیم تا نوبت خودمون بشه. ولی گوش دادن واقعی یه کار فعاله. باید دیدگاه طرف مقابل رو همون جوری که خودش میبینه بفهمیم. حتی بهتره به قوی ترین استدلالش جواب بدیم، نه اینکه دنبال یه اشتباه کوچیک بگردیم و همون رو بکوبیم. مناظره کننده ها یه تمرین جالب دارن که بهش میگن تغییر طرف. اینطوری که قبل از بحث چند تا از بهترین استدلال های طرف مقابل رو می نویسن و موضوع بحث رو از زاویه مخالف نگاه میکنن. با انجام این کار میتونیم از اطمینان 100% به خودمون فاصله بگیریم و با یکم تواضع به قضیه نگاه کنیم. یه چیز دیگه که مهمه اینه که باید بدونیم کدوم استدلال ارزش جواب دادن داره و کدوم رو باید ول کنیم. توی هر قسمت از بحث فکر کنیم و ببینیم این موضوع به بحث اصلی ربط داره یا نه. اگه جواب دادن بهش کمکی به پیشبرد گفتگو نمی‌کنه، لازم نیست حتما در موردش صحبت کنیم. اینجوری بحثمون متمرکز میمونه و به هرج و مرج تبدیل نمیشه. افلاطون حدود 2400 سال پیش میگفت عقل باید هدایت کننده رفتار آدما باشه تا بتونیم احساسات و غرایز رو مدیریت کنیم. این ایده هنوزم توی استدلال کاربرد داره. اگه بخوایم گفتگوی خوبی داشته باشیم، باید منطقمون رو بذاریم جلوی احساسات لحظه‌ایمون. اینجوری بحث از فریاد زدن به یه گفتگوی واقعی تبدیل میشه. در مورد این ایده افلاطون هم بگم که جالبه. افلاطون معتقد بود که ما چیزی به نام روح سه بخشی داریم. اولین بخش روح بخش منطقی یا عقلانیه، نماینده خرد خونسرد و جستجوگر حقیقت که با شواهد و استدلال قانع میشه. مثلا وقتی تصمیم میگیریم مصرف روزانه سیگار رو کم کنیم چون میدونیم برای سلامتی مضره، داریم به بخش منطقی روحمون گوش میدیم. بخش دوم بخش احساسیه که صرفاً درباره احساسات نیست، درباره انگیزه هاییه که احساسات در ما ایجاد میکنن. این بخش باعث میشه نسبت به بی‌عدالتی خشمگین بشیم یا بخوایم از دیگران محافظت کنیم. بخش سوم که با حیوانات مشترکه بخش غریزی ماست. این بخش ما رو ترغیب میکنه به خوردن، تولید مثل یا فرار از خطر. افلاطون باور داشت بهترین انسان‌ها کسایی هستن که بخش عقلانی روحشون به بخش‌های دیگه مسلط باشه. مسلماً ما الان به مدل روح سه بخشی باور نداریم، اما میدونیم که رفتار انسان ترکیبی از تمایلات بدنی، هیجان‌های عاطفی و استدلال‌های عقلانیه و همچنان عقل رو هدایت کننده میدونیم. اما در کنارش با وارد کردن کنترل شده بخش احساسی میتونیم وارد روایت طرف مقابل بشیم و این ما رو به مفهومی به نام رواداری میرسونه. من این کلمه رو اولین بار از زبان علیرضا امتیاز شنیدم که آشنایی با ایده هایی که مطرح کرد برای من بسیار کمک کننده بود. رواداری یعنی وقتی با کسی بحث میکنیم یه لحظه مکث کنیم و سعی کنیم بفهمیم چرا اینجوری فکر میکنه. مهم نیست که با طرف مقابل موافق باشیم و بخوایم نظرمون رو تغییر بدیم. یعنی انقدر ذهنمون باز باشه
که بتونیم داستان و دیدگاه اون آدم رو ببینیم حتی اگه باهاش موافق نیستیم. این ایده خیلی به همون تکنیک تغییر طرف تو مناظره ربط داره. ما معمولاً چه خودآگاه و چه ناخودآگاه درگیر این باوریم که 100% حق فقط با ماست. ولی طرف مقابل ما هم دقیقاً همینقدر اطمینان داره که 100% حق با اونه. رواداری به همون یاد میده که حقیقت مثل یه الماس چند وجهیه. هر کس از یه زاویه بهش نگاه میکنه و هیچ کس همه وجه‌ها رو به تنهایی نمیبینه. رواداری یه رفتار مؤدبانه و یه جور تمرین اخلاقی و ذهنیه که ما رو به آدم‌های بهتری تبدیل میکنه. مثلا وقتی سر یه بحث خانوادگی به جای عصبانی شدن سعی میکنیم بفهمیم چرا یکی اونجوری فکر میکنه، داریم رواداری رو تمرین میکنیم. منظورم تحلیل کردن طرف مقابل از دیدگاه خودمون نیست. منظورم فکر کردن مثل طرف مقابل با شرایطی که توش قرار داره یا حتی تاریخ اون فکره. یا وقتی توی شبکه‌های اجتماعی با یه نظر کاملا مخالف روبرو میشیم، رواداری یعنی به جای بلاک کردن یا حمله به اون طرف یه لحظه فکر کنیم که شاید این آدم یک دلیلی برای حرفش داره. اون دلایل میتونن به ما کمک کنن تا بخش بیشتری از حقیقت رو ببینیم و بفهمیم. وقتی اینو قبول کنیم، بحث هامون از مسابقه کی برنده است به یه گفتگوی واقعی و عمیق با درک متقابل تبدیل میشه که به قول سقراط تنها راه رسیدن به حقیقته. گفتگو. ممنون که تا این لحظه با من بودید. تا دیدار بعدی. تا زود.